با هم دیگه این آموزش رو یاد بگیریم که خیلی کاربردی و خیلی به دردتون میخوره. اول از همه تقسیم بندی رو انجام میدیم. برشینگ که انجام دادیم، تقسیم بندی رو انجام میدیم. از قسمت پایین 4 انگشت از ریشه فاصله میدیم و با استفاده از بابلیز شماره 25 یا بابلیز شماره 22 که بهتره با 25 انجام بدید چون موجهای قشنگتری بهتون میده. دور بابلیز ما لایه رو میپیچیم. قبل اینکه بپیچیم اسپری میزنیم، شونه کشی میکنیم و به همین شکلی که میبینید پیچیدیم باز کردیم با استفاده از گیر نگه میداریم تا خنک بشه. حتما حواستون باشه که لایه رو اگر حالا بابلیس رو یا به زیر میذارید یا به رو فرقی نمیکنه، فقط اون حالت فری که به شما میده یکم متفاوت تره. این سلیقه‌ایه. وقتی که گذاشتین روی مو، که الان من گذاشتم بابلیس رو روی مو، قسمت زیر صافه، قسمت رو پیچ، قسمت زیر صاف، قسمت رو پیچ، همین ادامه پیدا میکنه تا اینکه لایه تموم بشه. لایه های بالایی رو هم که انجام میدید باید 4 سانت از ریشه فاصله داشته باشه. فقط حتما حواستون باشه لایه آخری که از صدفی مو میشه باید موازی باشه با لایه قبلیش. الان این لایه رو که انجام دادیم، لایه بعدی که لایه آخری پوش میخوره، قشنگ پودر پوش میخوره، پوش اصولی میخوره و موازی با لایه قبلی دقیقاً موازات همون پیچیده میشه لایه بابلیز. جلو موها رو من انجام نمیدم چون که میخوام پیش بدم و قسمت پشت سر بیارم، برای همین بهشون دست نمیزنم. از قسمت پایین میام شاین میزنم، از شاین کمون استفاده میکنم. قشنگ زیرشون من پودر پوش میزنم. اینجا میخوام که کامل لایه ها رو لایه به لایه پوش بدم و بعد بیام باز کنم. شما میتونید این لایه رو همون اول پوش بدید و بدنه کارتون نگه دارید و میتونیدم که حین کار پوش بدید. به همین شکلی که میبینید موج به موج من موها رو باز میکنم، پودر پوش میزنم به کل لایه ها. حالا میام زیر هر موج رو به این شکلی که میبینید پوش میدم چون این قسمت زیرساز کارمونه و خیلی مهمه که این قسمت کاملا اوکی باشه تا بقیه لایه ها روشون دیزاین بشه. با استفاده از وکس یا همون وزگیر کاسپیان من میام وزگیری لایه ها رو انجام میدم و همه این قسمت اول رو پوش میدم و به همین شکلی که میبینید نگه میدارم و اسپری فیکساتور رو حتما میزنم. لایه های بالایی رو هم دقیقا به همون شکل پوش میدم. قسمت ریشش رو لایه رو باز میکنم، یک کم پیچ میدم، صافش میکنم که اون حالت اول برگرده، لایه حالت پیچ پیچیش رها بشه و وقتی که رها شد دقیقا مثل لایه قبلی من میام قسمت زیر موج ها رو پوش میدم. به همین شکلی که میبینید نباید زیاد شونه کشی بشه. اگر نیاز به شونه کشی داشت با استفاده از شونه چنگالین کار رو انجام میدیم و حتما شما زیر این لایه حتما اسپری فیکساتور میزنین که لایه بالایی به لایه زیرش بچسبه. اگر که میخواین خیلی با دوام باشه حتما زیر همون لایه که میخواد فیکس بشه زیر اون هم اسپری فیکساتور بزنید. اسپری فیکساتوری که اینجا استفاده کردم آیلت هستش. همه لایه ها رو دقیقاً به همین شکل من باز میکنم. موج به موج چونه کشی میکنم. حتما قسمت ریشه رو پوش میدم. شما برای راحتی کارتون قبل اینکه دور بابلیز بپیچید حتما پوش رو انجام بدید. به همین شکل من مجدد اسپری فیکساتور میزنم و کنار هم لایه ها رو فیکس میکنم. وقتی که میخواین لایه ها رو روی هم بذارید حتما حواستون باشه لایه ها رو یک کوچولو موج ها رو به سمت بالا بکشید و روی هم دیزاین کنید. قسمتی که جلو مو رو گفتم باید جدا نگه داریم. اینجا ویدیو حذف شده متاسفانه. خیلی راحت این تکنیک. قسمت های جلو مو رو اون قسمتی که دوست داریم برای دیزاین جلو سر نگه داریم و جدا میذاریم، بقیه موها رو پیچ میدیم و قسمت پشت سر وسط قسمت پشت سر فیکس میکنیم و یک کوچولو پیچ میدیم مثل فر رترو و قاطی فر رترو میکنیم. قسمت های جلو سر رو به سمت پشت حالت میدیم و با استفاده از وزگیرش رو انجام میدیم و در نهایت یه رتروی نچرال و اروپایی داریم که حالت استخونی نیست و خیلی نچراله و خیلی از مشتری ها این رترو رو میپسندن
و برای مهمونی ها فوق العاده است. امیدوارم که لذت برده باشید.